سلام، با یه ویدیو جدید اومدیم با مبحث نمیرهای اصلی. موضوع ویدیو خیلی ساده است. تجهیزات، اسلحه، زبان برنامه‌نویسی که خیلی وقت استفاده میشن و خواهند شد تا موقعی که یه سری اصول و قواعد خواهند بود و خیلی خواهند بود احتمالاً. فکر نکنم کامپیوترها به این زودی از 0 و 1 در بیان یا قواعد آدم کشتن به این زودی ها تغییر بکنه دیگه. شرایطی که آدما پوستشون کلفتر شه یا هر چیز دیگه مثل اینا. چیزایی مثل اسلحه کلاشینکوف و زبان سی چیزای شناخته تر شده نه واسه ما، راحت میشناسیمشون. ولی خب داخل این ویدیو میخوام بیاد نمونه های مثل اینا واسهتون بیارم که ناشناختن، کمتر کسی اینا دیده، کمتر کسی در مورد اینا حرف زده. مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم نرم افزار زیپه، محبوب دلها. نرم افزار رایگانی که از ویندوز 95 تا الان همراهمون بوده، کاملا سبک، پرکاربرد و بی دردسر. جالب این نرم افزار رایگان بودنش که باعث شده یک کامیونیتی پشت سرش باشن و براش میم بسازن و اونو زنده نگه دارن. نرم افزار زیپ عملا نگه رایگانه و اگه میخوای میتونی یه پولی بهم دونیت کنی. یکی از معروف ترین نرم افزارا، پرکاربرد، نه به سی پی یو اونقدر فشار میاره که بسوزه، نه اونقدر کم فشار میاره که نرم افزار خروجیش خراب در بیاد. جالبی زیپ اینه که کلی رقیب داشته، رقیباش هم حتی بعضی‌هاش مثل خودش رایگان بودن ولی هنوز که هنوزه لحاظ کاربرد هیچکی به گرد پاش نرسیده. جالبی دیگه زیپ استفاده متنوعش هست، جوری که راحت میتونه تو هر جایی تو هر فرمتی استفاده بشه و این نرم افزار رو عملا جاودانه کرده. تا موقعی که اینترنت وجود داره این نرم افزار هم وجود داره. ولی بهتره که در مورد تیربارا هم یه نگاهی هم بندازیم. تیربار M2 برانی با کالیبر 12.7 یکی از پرتولیدترین تیربارهای تولید شده در جهان، از جنگ جهانی دوم تا الان داره ازش استفاده میشه. ولی خب یکی از محبوب ترین تیربارهای، با اینکه کلاشینکوف اینقدر زیاد محبوب شده ولی بدونید در مورد این تیربار دوام خیلی بالایی داره، حتی بیشتر از کلاشینکوف نسبت به باقی تیربارهای دیگه. یک شاهکار مهندسی زمان خودش بود که از جنگ جهانی دوم تا الان داره استفاده میشه. مهمترین ویژگی دیگهش دقت بالا، مرگبار بودنش، شغل بهش پاندولم میگن. یک وسیله مهندسی است که داخل مهندسی اونها زیاد استفاده میشه. کل کاربردش اینه که بفهمی باش یک ستون عمود هست یا نه. اما یه کاربردهای خرافاتی زیادی هم داره که داخل این سایت میتونید مشاهده کنید که خیلی ازش استفاده میکنی. هر کی جادو جنبلی چیز داره از این شغل استفاده میکنه. طراحی ساده‌ای داره، عملاً هیچ چیز ظرافت خاصی نداره ولی در این حال کارشو به صورت بهترینش نحو ممکن انجام میده. یک وسیله که هنوز استفاده میشه، بعد از چند هزار سال استفاده هم خواهد شد. قرار نیست به وسایل مدرن نیاز بشه تا موقعی که این وسیله خیلی ساده هست که کارو راه میندازه. مورد بعدی موردی هستش که زیاد دیدیمش، اسم متنوعی بهش دادیم ولی اسم اصلیشو نمیدونستیم و اصل ماهیتشو نمیدونستیم. چیزی که بهش میگیم سیم تلفن یا RJ11. بالای 50 سال عمر داره چون ماهیت آنالوگ داره. اصلا اصول مخابرات و تلفن شبکه بر اساس این آنالوگ و این سیم بسته شده و البته ایترنت ها نوع اولیه‌شون با همین سیم بسته شدن. این سیم چرا بهش میگم یه جاودانه است، چرا اینقدر دارن تاثیر میذارن روش؟ چون اساس ارتباط تلفن آنالوگه، قرار نیست عوض بشه، به خاطر اینکه آنالوگ غیر قابل هک، غیر قابل نویز و خیلی کاربرد دیگه.